طبیب زاده تاجیکستان جاوید ظریفوف که در شهر ولادیمیر روسیه کار میکند از جانب پایگاه توپ بست پرسن از بین 200 داوطلب بهترین استماتولوگ یا دندانپزشک سال 2021 اعلان شد. در این سبقت دندانپزشکان نه فقط از روسیه بلکه از کشورهای دیگر نیز اشتراک داشتند. این علاقه دومین جایزه این طبیب جوان تاجیک در روزهای آخر است. ماه نوامبر جاوید ظریفوف در سبقت بهترین استماتولوگ یا دندانپزشکای روسیه که پایگاه طبی پرداکتروف برگزار کرد از بین 168 داوطلب یکی از 3 نفر بود که سزاوار گران پری یا جایزه شد. جاوید اون وقت نوشت که این پیروزی را به پدرش اکبر ظریفوف یکی از دندانپزشکان نامدار تاجیکستان میبخشد. بعد به دست آوردن جایزه دندانپزشک سال از توپ بست پرسن نیز جاوید نوشت که این پیروزیش را هم به پدرش میبخشد. پدر عزیز و مهربان، این همه حاصل زحمت و تربیت و استادی شماست. با شرافت شما من امروز در بین 200 داوطلب با سر بلند ایستادم و عنوان دندانپزشک بهترین را به دست آوردم. این پیروزی نه من بلکه پیروزی پدر عزیز و محبوب من است. بار دیگر مبارکت باد پدر ظریفوف اکبر رحمانوویچ. جاوید ظریفوف سالهای 2019 و 2020 نیز از جانب پایگاه پرداکتروف بهترین دندانپزشک ولایت ولادیمیر اعتراف شده بود. سالهای آخر 100 نفر از طبیبان تاجیک ترک تاجیکستان کرده به کشورهای دیگر اساساً به روسیه کوچیدند. مقامات روسیه به این کشور کوچیدن متخصصان بلند تخصص به ویژه طبیبان را با ارائه امتیازهای زیاد تشویق میکنند. ولی برای کشورهای مثل تاجیکستان ترک کشور کردن هر چنین متخصص تلفات سنگین است، به خصوص به سایه طب کشور که به این هم از کمبودی طبیبان ورزیده رنج میکشد. معمولا جای متخصصان حرفه‌ای را افراد کم تجربه و در اکثر وقت نه چندان باسواد پر میکنند. این باعث خیلی پایین رفتن سطح کسبی مؤسسه های تندرستی در تاجیکستان شده است.